دوره ادبیات زبان فارسی نو که مشهور به زبان دری است به دوره سلطنت سامانیان و به نام ابو عبدالله رودکی علاقمند است. این ادبیات در زمان سامانیان به وجود آمد و زبان آن زبان دولتی و زبان علم و فرهنگ ایرانی گردید. در سرگاه این ادبیات ابو عبدالله رودکی همچون قافله سالار و بنیادگذار مقام و منزلت عالی دارد. نام این شاعر زبردست ادبیات فارس تاجیک ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی مقرر شده است و تقریبا سال 858 میلادی در دهه رودک یکی از روستاهای ناحیه پنجکنت است به دنیا می آید. اکثریت تذکره نویسان و تاریخ نگاران پیشین زادگاه او را در یکی از ده یا قریه های اطراف سمرقند مقرر نمودند. این تخمین و ناروشنی سال 1940 در نتیجه صحبت استاد صدرالدین عینی با یکی از ساکنان دهات اطراف پنجکنت و طبق شهادت آن گواهی زنده و اسناد مأخذها صحیح معین گردید. یعنی جای تولد شاعر و آرامگاهش دهه پنجرد ناحیه پنجکنت جمهوری تاجیکستان شناخته شده است. سالهای کودکی رودکی در زادگاهش پنجرود در کنار والدین می‌گذرد و خیلی بر وقت خط و سواد برآورده با آموزش علم‌های زمانه اش مشغول شده است. میگویند که در 7 سالگی قرآن را از یاد کرده بود. در زمینه با اعتماد محققین تصدیق می‌کنند که شاعر در علم موسیقی و شعر مهارت و معلومات مکمل داشته است. همین است که او از استادان محلی حدالامکان هنر مطربی را آموخته برای تکمیل هنر و دانش رو به سمرقند که به زادگاه استاد نزدیک و مرکز علم و فرهنگ آن زمان بود می‌رود. در اینجا وای پیش از همه تحت تربیه استاد هنر موسیقی ابوالعباس بختیار به نواختن اسباب‌های موسیقی مشغول می‌گردد و در نواختن عود، رود، بربط، چنگ، نی و غیره به درجه استادی می‌رسد. استاد رودکی در سمرقند همزمان با آموزش تاریخ کشور، تاریخ و ادبیات عرب، فلسفه یونان قدیم رغبت کلان ظاهر نموده بود. روایات و داستان‌های پهلوی، سغدی، سوریانی، عربی و غیره را با شوق از بر می‌کرد. استاد رودکی در سمرقند روزگاری خوشی را به سر برده است و همچنین فردی صاحب استعداد در برابر مشغولیت پیوسته و فراگیری علم‌های زمان در منزل دهقانان ثروتمند و سرایندگی و نوازندگی و شاعری مشغول می‌گردید. در محفل و مجلس‌های ادبی و علمی شهر اشتراک می‌کرد و شهرتش روز به روز بالا می‌رفت. آوازه این مطرب و آوازخوان و شاعری بلند استعداد و به دربار سامانیان می‌رسد و او در سمرقند در عهد حکمرانی نصر یک ابن احمد به خدمت دربار دعوت کرده می‌شود. از روی شعرهای مدیحوی و غنایی رودکی و نوشته‌های مؤلفان تذکره و تاریخنامه‌ها حکم کردن ممکن است که وضع زندگی و مرتبه و منزلت شاعر در دربار نهایت خوب و در نعمت و فراوانی می‌گذشته. شاعر ترانه‌های عاشقانه می‌سرود، قصیده و مدیحه‌ها و ستایش امیران و وزیران انشا می‌کرد و از قدرشناسی ممدوحان همیشه خرسند و ممنون بود. در قصیده پیریش گفته است که ثروت و مال او با دولت امیران برابری می‌کرده است. با وجود این از بعض شعرهایش برمی آید که در دربار زندگی آسوده و پر از نعیم گاهی لحظه های تلخی داشته است که شاید در عرصه بدگویی حسودان و اغوای بدخواهانش واقع می گردد. و این چند پارچه‌ای که خود استاد ایجاد نموده است مثال شده می تواند. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیش آر هرچی بادا با. شاد بود است از این جهان هرگیز، هیچ کس تا از او تو باشی شاد. استاد رودکی در آخر عمر به زادگاهش دهه پنجرود باز می‌گردد و در احاطه همدیاران و نزدیکان روزگار میانه حالانه به سر می‌برد. او این سالهای وزنین زندگی خود را در قصیده شکایت از پیری خیلی خوب و با تفصیل نقل کرده است. شاعری در عرب و عجم شهرت یافته بعد 3 سال به زادگاه برگشتن سال 941 میلادی از عالم می‌گذرد. او را در یکی از باغات پنجرود به خاک می‌سپارند. امروز آرامگاهش زیارتگاه اهل فرهنگ و هنر و اهل دل است.
نمونه از آثار استاد ابو عبدالله رودکی. این جهان را نگر به چشم خیره، نه بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی احساس تا بدان گذری. دلا تا کی همه جوی منی را، چی داری دوست هرزه دشمنی را. دلم چون ارزن عشق تو کوه، چی سایی زیر کوه ارزنی را. ایا سوسن بناگوشی که داری، برشکی خیشتن هر سوسنی را. گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کار هر نکته نگیری. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری.